مهمترین نکات در برنامه‌ریزی درسی. چند بار برای شما اتفاق افتاده است که واقعاً درگیر درس خواندن و تلاش برای یادگیری بدون از دست دادن تمرکزتان باشید. آیا چیزهایی که باعث حواس پرتی در شما می شوند را می توانید کنترل کنید؟ وقتی که تمرکز خود را از دست می دهید چقدر طول می کشد تا دوباره به میز کار خود بازگردید؟ در این ویدیو با مهمترین نکات در برنامه‌ریزی درسی برای کاهش حواس پرتی را خواهید آموخت. چیزهای مزاحم در زمان مطالعه می تواند عملکرد و بازدهی ما را به میزان زیاد کاهش دهد و استرس و فشار را بر روی شما افزایش دهد. گوشی‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام که ثانیه به ثانیه تمرکز را از ما می‌ربایند و روز به روز بیشتر می‌شوند و عدم داشتن نظم شخصی و تمایل برای کمکاری در بسیاری از ما این موضوع را تشدید می‌کند. خوب در ادامه راه حل‌هایی برای جلوگیری از حواس پرتی در زمان انجام فعالیت‌ها را دنبال کنید. شماره 1. اولویت بندی. هر روز شما با لیستی از کارهای روزانه مواجه هستید، اما اولویت بندی کردن آنها خود مهارتی است که باید به دست آورید. شما برای این کار باید مشخص کنید که هر وظیفه و کار چه میزان زمان نیاز دارد و کدام کارها باید به ترتیب اول به پایان برسند. این یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش بهره‌وری در کار و زمان است که نتیجه آن توسعه مهارت‌های فردی شما در کار و زندگی شما خواهد شد. شما پس از مدت تمرین کردن در این زمینه فرا خواهید گرفت که چگونه با تشخیص درست زمان بندی کارها و اولویت بندی آنها می توانید در یک روز مقدار لازم کار انجام دهید. اولویت بندی یکی از 5 نکته کلیدی موفقیت در زندگی و کسب و کار است که شما را به سمت اهداف کوتاه مدت و بلند مدتتان هدایت می کند. شماره 2. افراد بزرگ همیشه متوجه چیزهای کوچک هستند. اکثر شما شاید این جمله را شنیده باشید که خیلی به ریزه‌کاری ها لازم نیست دقت کنید، اما اگر زندگی افراد موفق را بررسی کنید متوجه خواهید شد که دقیقاً آنها به ریزه‌کاری ها دقت می کنند. از سبک زندگی آنها گرفته تا در محصولات و کسب و کار خود ریزه‌کاری ها با دقت و حوصله انجام می شوند. آنها خود را این گونه عادت دادند تا نتایج عالی را بتوانند به طور مداوم تحت کنترل خود آورند. در زندگی روزمره خود به ریزه‌کاری ها دقت کنید و ببینید آیا می توانید عادات را ایجاد کنید که شما را به اهدافتان نزدیک تر گرداند. شماره 3. تفاوت بین کافی بودن و مؤثر بودن را بفهمید. یکی دیگر از آن 5 نکته کلیدی موفقیت در زندگی این هست که تفاوت بین کافی بودن و مؤثر بودن را بفهمید. هرچند هر دوی آنها مفید هستند، اما شما باید کارهای خود را همیشه به شکل مؤثر انجام دهید و نه کافی. به شما مسئولیت داده می شود و از شما خواسته می شود که در مدت زمان مشخص آن را به پایان برسانید. شاید از دید شما کافی است در آخرین لحظه کار خود را به پایان برسانید و این مفهوم کافی بودن است و اگر مؤثر بودن را بخواهید انتخاب کنید باید بدانید که مسئولیت خود را در چه زمان بهتر است به پایان برسانید و این مسئولیت پذیری شما در قبال دیگران مؤثر بودن شما را به نمایش می گذارد و تمرکز بر روی این موضوع می توانید به موفقیت در زندگی برسید. شماره 4. ذهن خود را پر از ورودی‌های مثبت کنید. داشتن یک ذهن مثبت برای هر فرد موفق لازم و ضروری است. باید داشته باشید که ذهن خود را همیشه با افکار مثبت پر کنید. به سخنان مثبت دیگران توجه کنید و به دنبال ایده‌های مثبت و موفقیت باشید. هر روز صبح به چیزهای مثبت در زندگی فکر کنید و این طرز فکر مثبت شما را در مسیر کارایی بیشتر قرار خواهد داد. همچنین در نظر داشته باشید که ذهن خود را همیشه مسئول از افکار منفی نگه دارید، زیرا می توانند تاثیر منفی بیشتری نسبت به افکار مثبت بر روی ذهن شما داشته باشند و شما را از اهدافتان به کلی دور کنند.
شماره 5. بر روی حل مشکلات بزرگ زندگی تمرکز کنید. در زندگی اغلب افراد موفق را بر اساس میزان بزرگ مشکلی که توانستند حل کردن می توانیم برگزینیم. هرچی مشکل بزرگتر باشد شما پیشرفت بیشتری خواهید داشت. در نکات موفقیت در زندگی این را در ذهن داشته باشید که هرگاه با مشکل برخوردید به این موضوع فکر کنید که حل این مسئله چقدر می تواند به موفقیت شما منجر شود.